میخوام بهتون مرغ شکمپر آموزش بدم. اول مرغ رو با نمک و زعفران و پیاز مزه‌دار میکنیم و به مدت 24 ساعت تو یخچال استراحت میدیم. گردوی ساییده شده و کشمش ساییده شده و سبزی معطر خرد شده رو هم اضافه میکنیم. رب انار و آلو خورشتی رو هم اضافه میکنیم و با هم مخلوط میکنیم. نمک و فلفل رو هم اضافه میکنیم و هم میزنیم. بعد مواد رو داخل شکم مرغ میریزیم و شکم مرغ رو با نخ و سوزن میدوزیم. رون مرغ رو با نخ میبندیم و روی مرغ رو روغن مایه میزنیم و توی فر به مدت 2 ساعت و نیم میپزیم. امیدوارم این مرغ خوشمزه رو درست کنین و از خوردنش لذت ببرین. نوش جانتون.